پاشو که باید بری مدرسه. بگه من با تو نیستم، میگم پاشو مدرسه دیر شد. لعنت به مدرسه، لعنت به اون کسی که مدرسه رو درست کرد، اصلا لعنت به منی که 4 ماه تابستون هیچ غلطی نکردم. خوبه بلند شو که کلی کار داری. آخه من چرا باید بفهمم که یه نفر تو ماه چقدر میتونه بپره؟ آخه مگه ماه جای این جنگولک بازی هست؟ یا اصلا این قاعده هوپیتال کجای این زندگی ممکنه به درد من بخوره؟ یا من چرا باید فرق DNA و RNA رو بدونم؟ خود اون بخش هم نمیدونن دقیقا دارن چه غلطی میکنن. مامان میشه من امروز نرم مدرسه؟ چی؟ نه من باید برم مدرسه، من باید دکتر بشم. آره آفرین دختری قشنگم. الانم پاشو دست رودو بشور تا خواب سرت بپره. زود باش دیگه پدری، چی کار میکنی؟ اومدم. بخور دیگه. ها آها از گلوم نمیره پایین. بیا مامان باش چای بخور تا بره پایین. چقدر داغ بود، سوختم. تقصیر خودت دیگه، از بس سرت اون گوشیه. چه ربطی داره؟ وقتی تا آخر شب سرت تو گوشی باشه همین میشه دیگه. بو بکش مامان، بوی ماهی مهر میاد، اصلا آدم لذت میبره. اون بوی آشغالاست که دیشب نذاشتینشون بیرون. آره راست میگی. حالا ولش کن این چیزا رو، پاشو برو مدرسه دیر شد. وایسا گوشیدو بده من بعد برو. مامان جاسازش کردم نمیتونم پیداش گوشیدو بده من دیگه حوصله تعهد دادم برای گوشی تو رو ندارم. بدش من. مامان بذار همین امروز رو ببرمش تاراخ. نه دیگه مامان با